تا حالا با یک کوه یخ تو رابطه بودی؟ سرد، منزوی، خشک و بی احساس بهترین کلمات برای توصیف فرد اسکیزوئید هستند. فردی که اختلال شخصیت داره، یعنی یه کارایی که عادی نیستن رو همیشه انجام میده. حالا بهت میگم چه کارایی. اون علاقه ای به روابط نزدیک با دیگران نداره، لذتی هم ازش نمیبره. و یه حقیقت غم‌انگیز اینه که حتی ممکنه به رابطه با تو هم احساس خاصی نداشته باشه. کارای انفرادی رو به بودن با تو یا دیگران ترجیح میده. علاقه چندانی به فعالیت جنسی نداره، به غیر از خانوادهش، یعنی مامان، بابا یا خواهر و برادرش، با کس دیگه‌ای هم رابطه صمیمانه نداره. شغل و تفریحاتی انتخاب میکنه که نیاز به روابط اجتماعی ندارن. به تمجید یا حتی انتقاد بقیه هیچ اهمیتی نمیده. سرد، منزوی، خشک و بی احساسه. وقتی با چنین فردی تو رابطه باشی حس میکنی بی تفاوته. حتی وقتی باهاشی احساس تنهایی شدیدی میکنی. حس میکنی بود و نبودت براش فرقی نداره. قبل از آشنایی بیشتر با اختلال اسکیزوئید ویدیو رو لایک کن و به هم انرژی بده. حالا چرا اینطوری شده؟ شکلگیری شخصیت اسکیزوئید هنوز عامل اثبات شده قطعی نداره، اما خیلی از موارد یه دونه از والدینشون فرد اسکیزوئیدی بوده. طبق تحقیقات افراد اسکیزوئید از خانواده‌هایی با پیش زمینه اختلال اسکیزوفرنی میان که یک نوع اختلال روانی شدیده که افراد مبتلا دچار علائمی مثل توهم، هذیان و گوشه‌نشینی میشن. ممکنه فرد اسکیزوئید در کودکی تنها و به دور از اعضای خانواده زندگی کرده باشه یا خانواده ای پرخاشگر و خشن داشته که سکوت و منزوی شدن این بچه تنها راه خلاصیش از تنش‌های اونجا بوده. این کودک یاد گرفته برای دفاع از خودش مقابل تهدیدها از روابط با بقیه خودداری کنه. این اختلال توی مردا یک کمی بیشتره. شریک زندگی اسکیزوئید اون ممکنه همکار تحقیقاتی یا هم اتاقی خوبی باشه چون که ساکته، اما به عنوان شریک عاطفی نیازهای عاطفی پارتنرش رو تأمین نمی‌کنه. ممکنه بخوای باهاش نزدیک و صمیمی بشی ولی هیچ اثری روش نداشته باشه. اون ممکنه حسی به رابطه عاشقانه یا حتی حرف زدن باهات نداشته باشه. حتی ممکنه فقدان میل جنسیش برات آزاردهنده باشه، گرچه شاید برای رضایت معشوقش به این کارا هم تن بده. این افراد به ندرت ازدواج میکنن. اگرم به جدایی و طلاق تهدید بشن ناراحت نمیشن و دلیل شکایت های تو رو هم متوجه نمیشن. از نظر خودش کاملا عادیه. حالا چرا من عاشقش شدم؟ باز هم درونگرایی و گوشه‌گیری اون باعث میشه بعضی افراد شیفتش بشن تا سر از درون پر رمز و رازش بردارن، در حالی که اونجا هیچ چیزی نیست. گاهی عدم استعداد و تواناییش تو ایجاد روابط باعث میشه ما مثل یک ناجی عمل کنیم و با ایجاد رابطه بخوایم از تنهایی درش بیاریم، در حالی که اون هیچ نیازی به ما حس نمی‌کنه. اگر همیشه توی زندگیت نقش حمایت کننده و ناجی داشتی، زمینه اینو داری که عاشق افراد اسکیزوئید بشی. ممکنه یکی از والدینت فرد گوشه‌گیر و منزوی بوده باشه و این رابطه برات آشنا به نظر بیاد. یا سعی کنی عشق و محبتی که از والد منزویت نگرفتی از معشوقت بگیری. ممکنه فکر کنی که اون افسرده است چون ظاهرش اینطوری نشون میده و بخوای کمکش کنی که خوب بشه. بعضی وقتا مشکل اینه که آدمی که در تنهایی و رنج به سر برده با معشوق اسکیزوئیدش همانند سازی میکنه و برای تسکین دردهاش وارد رابطه عاطفی با این افراد میشه. زندگی با فرد اسکیزوئید
باید بدونی امید خیلی کمی برای خارج شدن اون از لاک تنهاییاش وجود داره و قادر به تأمین نیازهای عاطفی تو نیست. پس توقع واقعی داشته باش و بدون که احتمال تغییر به خصوص توی موارد شدید خیلی کمه. برای ایجاد تغییر بهش فشار نیار چون نتیجه عکس میده. برای فرد اسکیزوئید هیچی بدتر از یه معشوق یا همسر مزاحم و خلوت شکن نیست. توی فعالیتایی که ازشون لذت میبره همراهیش کن. مثلا توی مطالعه یا شستن ماشین و کارهایی که دوست داره تنهایی انجام بده. به جای تنبیه و فشار بهش پاداش بده و از کارهای عاطفی هرچند کوچیکش تعریف کن. اگر انتخابت اینه که باهاش ادامه بدی، برای تأمین نیازهای عاطفیت افراد دیگه‌ای مثل دوستای خوب و صمیمی پیدا کن. حالا کی ترکش کنم؟ انتخاب این مورد کاملا بسته به خواسته و نظر خودته. اما اگه به این نتیجه رسیدی که دیگه قادر به تحمل این سردی و بی‌تفاوتی معشوقت نیستی، میتونی به پایان رابطه فکر کنی. طبق تحقیقات معمولاً افراد اسکیزوئید از طلاق زیاد ناراحت نمیشن و تلاش زیادی برای ادامه رابطه انجام نمیدن. به خوبی باش کنار میان، پس اولویتت سلامت روان خودت باشه و برای تصمیم گیری بهترم از متخصص کمک بگیر. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنی و به دیگران هم معرفی کنی.